چی شد که تصمیم گرفتی بری از ایران؟ همه تو زندگیمون مشکل داریم، همه. من به نظرم کسی زندگی رو میبره، کسی خوشبخته که مشکلاشو خودش انتخاب کنه، نه مشکلا انتخابش کنه. از اونجایی که من دوست دارم مشکلاتو خودم انتخاب کنم، الان مشکلم اینه که چجوری مثلا میتونم به یک بیزنس $1,000,000 برسم، $1,000,000,000، $1,000,000,000. چجوری میتونم به این برسم؟ توی این بعد کلی چیزا رو من تو خودم تغییر بدم. قطعا من یه سری ضعفا دارم، یه سری نقطه قوت دارم که اونقدر قوی نیست که این اتفاق بتونه بیفته و بعد بریم تو لایه تیم سازی و چیزای دیگه. من الان دلم میخواد مشکلی که روش کار میکنم این باشه، من انتخابش کنم. پس از یه طرف میخوام رشد شخصی توش اتفاق بیفته، از یه طرف میخوام برم یک پرابلم خیلی بزرگی رو سالف کنم. واسه همینم رفتم که یه کاری بکنم و اونجا کاملا از اینجا متفاوته، خیلی خیلی متفاوت. خب حله؟ خب بریم آقا. اوکی، مشکلی همه چی ردیفه. خب باشه، یه گلوی تازه کنیم میخوام قشنگ بشنوم. قشنگ 1.5 سال هستش که از هم دیگه خبر نداریم. به نظرم حرف زیاد داریم واسه گفتن. خیلی. آره. خب آقا حمید، دم شما گرم. من اول ازت ممنونم که تشریف آوردی یه اپیزود از این پادکست رو با هم دیگه ضبط بکنیم. فقط من امیدوارم که این اینترنتمون سریعتر یه خورده اوکی باشه، چون الان یوتیوب و اینستاگرام و کست باکس و همه چی الان بسته. حالا ضبط میکنیم دیگه، من سر فرصت و اولین چی میگن باز شدن یه اتفاق بیفته من حتما منتشرش میکنم. عرضم به حضورت که حمید، من تو رو به عنوان یک کارآفرین سریالی میشناسم عزیزی. توی رزومه کاری خودت بنیانگذار خدمت از ما هستی، اپلیکیشن چنگال و استارتاپ آپدایت توی کانادا. خب حالا اگه استارتاپی هم این وسط بوده که ما خبر نداریم دیگه، دوست دارم از زبون خودت بشنوم. خیلی دوست دارم بدونم الان حمید تو این روزا داره چه کاری انجام میده، بیشتر وقتش رو صرف چه چیزی داره میکنه. حالا در مورد این صحبت بکنیم، بعد بریم تو دلش که حالا هر موضوعی پیش اومد با هم صحبت کنیم. حله. اول از همه دمت گرم، مرسی که دعوتم کردی و خودت میدونی انقدر من تو رو دوست دارم و ارادت خاصی نسبت بهت دارم، چون بارها بهت گفتم خودت توی رشد خدمت از ما خیلی کمک کردی به من، خیلی جاها هم فکری کردی و من همیشه ممنونتم. پشت سرت گفتم، به خودم چند بار گفتم. خیلی کمکات تو اون روزا برای من هم اثر بخش بود، هم به من واقعا علاوه فکری کمک میکرد. همین که اصلا اینکه خب توی برهه پای من مثلا به علی بابا باز کرده بودی رفتن اومدن، میدونی این یه حسی که جدی گرفته داره میشه از بیرون باعث میشد منم رو اون کارهایی که داشتم میکردم جدی تر باشم و خیلی برای من تاثیر گذاشت توی ذهنیت من. در مورد کارهایی که الان داره انجام میشه، توی بیشتر که من دیگه کانادا هم، تورنتو هم، و از سال 1400 بود که تو فکر رفتم بودم و سال 1402 فکر کنم دیگه رفتم. بعد اونجا درگیر چند تا استارتاپم و 2 تا استارتاپ هست که همزمان الان روشون مثلا داریم کار میکنیم. یعنی سیستم من این شکلیه که همیشه میگم دارم راه میرم، خب همینجوری حس میکنم بذر میپاشم میرم جلو، بعد برمیگردم نگاه میکنم مثلا بعد از یه مدت ببینم کدوم اینا مثلا داره شروع میکنه جوونه زدن، بعد دیگه برمیگردم رو سر همون. یعنی شاید مثلا یه عده‌ای توصیه میکنن و میگن که مثلا باید فوکس داشته باشی یا فلان کارو کنی. متد من این شکلی نیست. متد من اینجوریه که چند تا کارو همزمان انجام میدم و بعد نگاه میکنم ببینم کدومش داره زودتر مثلا رشد میکنه، اصلا داره بازار خودش رو بهتر پیدا میکنه، من میرم سمت هم. خدمت از ما هم همینجوری بود. یعنی خدمت از ما تو اون لحظه ای که مثلا انجام شد همزمان بود با مثلا 6 ماه قبلش یه بیزنس اسم جاجوره
که قرار بود تو کار خونه مبله باشه. اون موقع اقامتگاه نبود، مثلا لفظ اینجوری نبود. 6 ماه قبلش جاجوره بود، اونو زده بودم رون، داشتیم کار میکردیم با بچه‌ها. و تو همون زمانی که خدمت عرض رو دادم یه دونه سایت دیگه زدم که در مورد هلث توریست بود، iranplasticsurgery.asia. تو فکر این بودم مثلا فقط توریست بیارم برای جراحی پلاستیکا. و دوباره همون تایم یه دونه بیزنس دیگه زدیم به اسم اینجا بگو. تو فکرم این بود که مثلا یک سایتی باشه برای ریت و ریویو تمام محصولات و خدمات، و چون خدمات ارائه نمیده خیلی بدون جانبداری هر کی هرچی میخواد بیاد توش بنویسه و اینجوری. یعنی بین اینا یه دفعه خدمت از ما اوج گرفت و بقیه رو ما خاموش کردیم که تمرکزمون بره روش و بتونیم همون رو انجام بدیم. بعد یعنی تو الان به این 3-4 تا بیزنس رو که راه اندازی کرده بودی، خب یعنی به نقطه‌ای رسیده بودی که فکر می‌کردی این دیگه جواب نمیده یا فرصتش نیست. خیلی دوست دارم بدونم که چی شد عاقبت اونو، یا چرا مثلا اونا رو ادامه ندادی؟ ببین من قشنگ یادمه مثلا سایت ایران پلاستیک سرجری رو زمانی من دیگه شات داونش کردم که با جراحی بینی لینک یکی گوگل بود. یعنی این کیورد رو گرفته بودیم. نمیدونم، یه چیزی شمیه، خیلی راحت میفهمم که مثلا این خیلی کره داره میره جلو، داره لیز میخوره و میره جلو. یعنی تشخیص میدم که کاری که داره توش انجام میشه خیلی راحت داره میره جلو و سریع متوجه میشم که اوکی پس اگر همینا رو مثلا شات داون کنیم، همین منابع رو بریزیم روی این، پس یه اتفاق بومی میفته. خب چیز نبودش؟ البته تو حرفات هم بهش اشاره کردی، یا اینجوری نگاه کردن به راه اندازی بیزنس به نظرت مثلا منابع رو هدر نمیده؟ چون میگم آقا پول محدوده، زمانم محدوده، انرژی هم محدوده دیگه. خب این که بیا 4 تا بیزنس با هم دیگه ران بکنی، بعدش حالا مثلا 1-2 سال روش کار بکنی ببینی حالا کدوم نتیجه میده، ریسک زیادی نداره به نظرت؟ یعنی خودت الان یه همچین نگرشی رو پیشنهاد میکنی؟ ببین واقعیتش اینه که من هیچی رو به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم. خب به خاطر اینکه ببین با یه چیزی رو بگم، با بررسی منابع خدمت از ما، خب چه در گذشته چه چیزی که الان هست و جایگاهی که الان داره، من به نظرم این بهترین چیزی بود که میشد ساخت که بیاد بدون اینکه فاندی بگیره مثلا بشه مثلا چالنجر بازار، دو باشه، مارکت شیر نسبتا قابل توجهی داره، در صورتی که مثلا نفر اول $10 میلیون، نفر سوم که نصف ما مارکت شیر داره حداقل $2 میلیون فان ریز کرده. من به نظرم موفق حساب میشه. خب اونی که من میخواستم آیا شد یا نه که بحثش جداست که نشد قطعا، خب اون یه چیز دیگه است. اما به نظر من اون با هر متر و معیاری بریم مثلا موفق حساب میشه. اومدم کاری که کردم سال 1400 و مخصوصا سال 1401 دیگه خیلی وقت میذاشتم راجع به این که مثلا این چی شد اینجوری شد و خیلی برگشتم بهش، راجع به موفقیت خوندم، راجع به مثلا اتفاقی که افتاد چجوری تصمیم گیری کردیم. یعنی موقع تو دلش بودم، اومدیم بعد حالا برگشتم چون میخواستم الگو رو بگیرم، آگاهانه یادش بگیرم، یه نگاه دیگه بندازم که بتونم تعریفش کنم برای خودم که برم مثلا جاهای دیگه 3 بار 5 بار 10 بار دیگه تکرارش کنم یا یه چیز بزرگتری مثلا دوباره بتونم بسازم. به خاطر خیلی براش وقت گذاشتم. توی اون تایم اینا همش در جواب سوالته که مثلا به نظر درسته، میخوام اینو بگم. تو اون تایم من متوجه شدم که موفقیت خیلی فاکتورهای زیادی توش دخیله و شانس هم یه فاکتورش، و من باید بتونم تشخیص بدم که چقدر از این مسئله خدمت از ما هم شانسه که اونو توش در بیارم، خب بذارم کنار و بعد چیزهای دیگر رو نگاه کنم، از تیم سازی، از شرکا، از تایمینگ، همه اینا رو در نظر بگیرم و بعد ببرم جلو. ببین امروز که من اینجا نشستم
که خیلی بیشتر راجع به این مسئله خوندم و خیلی دارم نگاه میکنم و بعد که مثلا همین تجربه 3 سالم که توی کانادا دارم استارتاپ مختلف رو مثلا نگاه میکنم، تو 2 تا استارتاپی که داریم کار میکنم، تو اون استارتاپ آپدیت مثلا خب اکثرا با لب ها کار میکنیم توی آمریکا، هر کی هر چی میگه آدم باید فقط گوش بده، بعد تشخیص بده که برای خودش خوبه یا نه. آره همه میگن که مثلا فوکس داشته باش، چه میدونم کوفاندر اینجوری بگیر، بوت استرپ این خوبی‌ها رو داره، اینوست گرفتن مثلا این مزیت‌ها رو داره، این معایب رو داره. ببین تو باید تشخیص بدی که کدومش بر تن تو میشینه، کدومش نسخه توه. خب این تشخیص رو چجوری انجام میدی؟ الان دیدی میگن که آقا مثلا تصمیم گیری ها رو روی دیتا انجام بدید. خب البته یه بخشش هم میگن که آقا همیشه دیتا که جواب نیست، بیاید روی شهود، مثلا روی شهود هم میشه این کار رو انجام داد. خب بحث اینه که حالا با توجه به شناختی که از خودت دارم تو این چند سالی که با هم رفیقیم، احساس میکنم تو شهودت خیلی بیشتر قوی‌تر کار کرده تو این مسیر. خب حالا من نمیدونم سهم این چقدر ها شهوده، ولی تو این چیزو تایید میکنی؟ یعنی اینکه آقا توی بیزنس که میری اصلا این شهوده یعنی چی؟ مثلا چی میبینی که مثلا یه سیگنال کار میکنه، یه شهودت میگه که ببین این درسته پس همینو مثلا ادامه بدیم؟ خب یه خورده در مورد این میتونی بگین شهوده دقیقاً یعنی چی؟ ببین یا بذار سوالم یه جور دیگه بگم، اینو داشته باش، گفتی آقا مثلا من یه سری کارهایی رو انجام دادم، بعد برگشتم به عقب یه نگاهی انجام دادم که ببینم کجاها مثلا میتونستم یه کاری انجام ندم و فلان. این وایبو به من میده که آقا احتمالاً توی 4 تا بیزنسی که این کارو انجام دادم یه سری چیزها تکرار پذیره، پس حالا اگه من این چیزای تکرار پذیر رو ببرم توی بیزنس دیگه احتمالاً اون بیزنسم موفق میشه. حالا این چیزای تکرار پذیره چی هست؟ خب یعنی خودت چجوری نگاه کردی که مثلا توی بیزنس جدیدت هم همونو میبری و فکر میکنی موفق میشه؟ به نظرم چیز تکرار پذیر خودت و شناخت خودت از خودت. یعنی تو سال 1401 و تا اوایل 2 که دیگه میخواستم برم، خیلی من رو خودم وقت گذاشتم، خیلی زیاد بیش از 30-40 تا تست روانشناسی دادم، خیلیاشو مدون میدم، مثلا سالی یه بار 2 سالی یه بار، و اینا از خیلی سال گذشته انجام دادم. ولی مثلا تو اون سالا دیگه خیلی منظم تر، یعنی دیگه فولدر براش دارم. اوایل چت جی پی تی که بود تازه مثلا میشد روش آپلود کرد، مثلا اینا رو آپلود میکردم که بیشتر و بهتر منو بشناسن، هنوز مثل این موقع نبود. به نظر من وقتی که وقت بذاری خودتو بیشتر بشناسی، و یه بخشی از بیشتر شناختنم اینه که تو بیشتر بخونی و بیشتر اکت انجام بدی، یعنی بری تو داستان، بری تو عمل. مثلا از بس من کارهای مختلف کرده بودم به یه شهودی رسیده بودم. مثلا تو نگاه کن، ما اول از همه آنتی ویروس پخش می‌کردیم. سال 93 واقعا سال خوبی بود برای ما تو درآمد. خب حالا اتفاقا من توییت زده بودم در مورد این، صحبت کرده بودم که مثلا خدمت از ما بدون فاند ریزینگ و این چیزا هست. بعد یه عده میگفتم مثلا مگه میشه و فلان و اینجوری. ولی نکته که هست مثلا فهم کنه اگه مثلا ما فاند ریز نکردیم مثلا شبام تو جوب میخوابیدیم. نه اینجوری نیست. مثلا ما 3 تا کوفاندری که بودیم، شاید به دلار الان سجاد ما مثلا نفری 300-400 میلیون درآمدمون بود همون سال ماهی تو بیزنس هایی که بودیم. یعنی ما تو بیزنس قبلیمون تو بیزنس های جانبی که داشتیم، نه تو قبل از همین اصلا وارد آنلاین که ما بشیم، قبل از اینکه این کارو کنیم، تو اون کاری که داشتیم میکردیم واقعا تونسته بودیم جایگاه خوبی رو پیدا کنیم و اونا کوچیک بود که مثلا به من اعتماد به نفس داد که یک کار بزرگتری انجام بدم. پس یه سری کارا رو ما قبلش خوب انجام میدادیم، درآمد خوبمون رو داشتیم، و بعد سال 93 من داشتم به این فکر میکردم چی میتونه اینو خرابش کنه، چی میتونه این درآمد به این خوبی رو از بین ببره، که نگاهم به آنلاین شد. چون که من و مصطفی و حبیب خب 3 تامون ارشد عمرانیم و من خیلی با کامپیوتر غریبه بودم، خیلی زیاد. جای دیگه هم گفتم من زمانی که میخواستم اولین وبسایتم بزنم خرداد 93،
اصلا واقعا نمیفهمیدم. من میگفتم این بابا این برنامه‌نویسا اینا چینی حرف میزنن، من نمیفهمم اصلا اینا چی میگن. اولین وبسایتی که من می‌خواستم بزنم خرداد 93 اقدام کردم، دی 94 هستم رسید یه سایت وردپرس. 1.5 سال و به پول اون موقع بیش از 10-15 میلیون پول دادم. یعنی به پول الان شاید بیش از مثلا 500-600 میلیون. خب خیلی خنده‌دار بود دیگه، یعنی هر کسی بود مثلا دیگه میکشید کنار، ولی من رفته بودم تو دلش که تمامش کنم، بتونم درش بیارم. خیلی هم برام سخت بود، چون موقعی که می‌خواستم این کارو بکنم به من میگفتن مثلا دومینش چی باشه، میگفتم دومین چی، واقعا خب نمی‌دونم. به من گفتن همین اسم سایت بهش میگن دومین. سال 93 من به این فکر کردم که چین از بین میبره، آنلاین از بین میبرتش. اومدم اولین سایت رو شروع کردم به زدن که ما آنتی ویروس آنلاین بفروشیم، یعنی این درآمد خوب از دست ندیم. بعد اسمش هم گذاشتم مرکزش.com. آره یادم ما گذاشته بود. آره بعد که این 1.5 سال طول کشید، اینو من زده بودم که اون درآمد رو حفظ کنم و اومدیم تو آنلاین و دیگه صحبت گم نکنیم. دارم در مورد این حرف میزنم که هر بیزنسی من زدم یک ایرادی از بیزنس قبلی رو داشتم رفع میکردم. یعنی مرکزش رو من زدم بر اساس همون کار آفلاینی که داشتیم انجام میدادیم، چون نگاه هم به آنلاین بود، فکر می‌کردم یه اتفاقایی میفته. بعد که اینو داشتم انجام میدادم، خب توی این من یاد گرفتم با برنامه‌نویس صحبت کنم، یاد گرفتم تیم سازی بکنم، سئو رو خودم یاد گرفتم، چون باید یه کاری میکردم که این فروش بکنه و با هر کی می‌خواستم قرارداد سئو ببندم یه قیمتای عجیب غریبی میگفتن و اصلا من نه اون پولا رو داشتم و نه ای داشتم من میدادم. بعد که رفتم جلوتر دیدم که درسته من مثلا برنامه‌نویس نیستم، سئو کار نکردم، ولی بیزنس رو که میفهمم. اصلا بعضی از اینا که میان این کاره هم نیستن وقتی باشون حرف میزنم، که همونجا به خودم گفتم که خب حالا که انقدر مثلا تخصص خیلی خاصیه و آدم نیست و انقدر گرونه، خب برم خودم یادش بگیرم. که روی مرکزش.com داشتم اینا رو چیز میکردم. هم موقع حیب و مصطفی هم تو مرکزش هم دوباره شریک بودیم با هم دیگه، که انقدر این پول در نمی آورد و اینا ماهانه پول میدادن. من تو این فکر بودم که آقا یه جوری یه کاری بکنم که این افتضاحو جمعش کنم. تو فکر بیزنس بعدی بودم. تو فکر بیزنس بعدی که بودم گفتم الا و للا من بیزنسی میزنم که جنس فیک نداشته باشه، چون آنتی ویروس میبری آقا این اصل فیک فلانه. گفتم همون موقع بود یکی از ایده‌ای که داشتم مثلا روش برم اجرا کنم بلیط هواپیما بود. گفتم بلیط هواپیما دیگه فیک نداره دیگه، تو نشستی تو هواپیما، حالا شاید هواپیما داغون ولی از مبدأت میری به مقصدت. شروع کردم به این چیزا فکر کردن و اصلا همون موقع تو وبسایت شخصیم شروع کردم به نوشتن که یه چک لیستی از بیزنس هم درست کردم که آقا چه بیزنس هایی میگیره، بیزنسی که فیک و اصل نداشته باشه، اینا همه رو داشته باشین چک لیسته که بتونیم مثلا توی ایران یه بیزنسی بزنیم. و خودم دائما بهش مراجعه میکنم و هنوز که هنوزه برمیگردم تکمیلش میکنم. منم همچنان بعضی وقت به اون مطلبت فکر میکنم. یکی از چیزایی که تو اون نوشته بودی گفته بودی که آقا بیزنسی که نیاز انبارداری، محصول، لوجستیک، هر چی از اینا اصلا توی ایران فراموشش بکنید. و هنوزم اون تو ذهن من هست و الان میبینم که بحث این بیزنس‌ها چه هزینه‌ای رو بابت لوجستیک و انبارداری و محصول و اینا سرمایه‌شون داره تو اینا میره. خیلی مطلب خوبی بود انصافا. آره بعد هی برمیگردم تکمیلش میکنم که چه چیزایی تو بازار ایران و همونو دارم. الان یک مطلب دیگه تو بلاگ انگلیسیم توی مثلا اونجا مینویسم که مشاهداتم چه بیزنس هایی میتونه تو نورس آمریکا مثلا پا بگیره، چه خصوصیت هایی باید داشته باشه. و اونجا من تو فکر این یعنی چارچوبو در آوردم. من میدونستم چه چیزایی نمیخوام ولی دقیق نمیدونستم چی میخوام، که داشتم با متوجه شدم مرکزش دیگه نمیگیره و باید یه کاری میکردم که یک پولی بیاد که من دیگه از مصطفی و حبیب حداقل نگم پول بدید بابت مثلا پرسنل و فلان اینا. خیلی بده دیگه، این درآمد نداره، هر ماه هم داری میری افقی هم نمیبینی و خودم حسم خیلی بد میشد. دائما تو فکر این بودم که یه بیزنسی بیارم که این بیزنسه هزینه پرسنل بده که حداقل اینا پول ندن. جاجوره رو آوردم رفتم تو مثلا کارش نگرفت، خوش دست نبود. یعنی باید من اون موقع مثلا برای خونه مبله با
املاکی‌ها کار میکردی و مثلا کارهای اینجوری انجام میدادی. رفتم یکی دوتا کارش هم انجام دادم. بعد مثلا مهمون اومد، مثلا رفته توی یکی از خونه‌ها، بعد مثلا گفته بود که آقا تلویزیون کار نمیکنه. مثلا حالا من خودم با مسافرت میرم تلویزیون نگاه نمیکنم که، اما خب دیگه این مهمانه اومده و اینو میخواد. میدونی چی میگم؟ بعد حالا مثلا به اون کسی که حالا این خونه دستش بود یا اون صاحب ملکه مثلا گفت آقا مثلا فلان، اونم میگه اوکی من حالا میگم یکی بیاد. خب بعد طرف 2 روز اونجاست. خب تا اینم بخواد بگه به یکی بیاد، شاید فردا بیاد، شاید پس فردا بیاد که اصلا طرف دیگه بلند شده. میدونی؟ بعد دیدم خیلی هدکش برا من زیاده. یعنی من آدم این کاره نیستم و شاید هم بچانسی آوردم. شاید هم مثلا 5 تا 10 تا اول اگر خوب میشد میومدم و میچسبید. الان که دارم نگاه میکنم توی داستان، به نظر من از بیرون هدک کسب و کارهای ما خیلی بیشتر از جاجیگا و جاباما و ایناست. خب اما خب دارم میگم بعضی چیزا هم شانسی دیگه. یعنی 5 تا اول اصلا اوکی نبود و منم اون جایی که نتونم اون نیازو برآورده کنم خیلی بهم فشار میاد. خب اینم که نگرفت جاجوره. بعد رفتم توی تابستون 95 خدمت از ما رو زدم، ایران پلاستیک رو زدم و رو دوتاش داشتیم کار میکردیم. ایران خدمت از ما برای لوله بازکنی و ایران پلاستیک برای مثلا تخصصی برای جراحی پلاستیک بود، اما میخواستم نیچ برم روی فقط بینی که با جراحی بینی و عمل بینی هم لینک یک اومدیم و تو همین سالا من هی داشتم سئو رو بیشتر میخوندم و بیشتر یاد میگرفتم که وبسایت شخصی ما زدم. تو وبسایت شخصی من شروع کردم هر چی که بلد هستم مینوشتم اونجا و میدیدم که مثلا داره میاد بالا. بعد دیگه دنبال این بودم که این یه پولی بده. یعنی قرار بود خدمت از ما پول پرسنل مرکزشو بده که یه دفعه دیدیم خیلی داره بزرگ میشه، جدی میشه. دمش گرم به حبیب گفتم و چیز کرد، اون پیشنهادی که بهش دادم قبول کرد که خیلی تاثیرش برا من توی بیزنسمون خیلی هم ازش ممنونم. بعد همینجوری باعث شد که این یه داشت بزرگ میشد دیگه. جاجوره که بی خیال، ایران پلاستیک شات داون و ما یه سایت دیگه اینجا بگو هم زده بودیم. سخت نبود کنار گذاشتن اونا، چیزی که واسه زحمت کشیده بودی؟ ببین دیگه سخت هست واقعا، ولی واقعا چی میگه محمد رضا شبانه، استراتژی هنر انتخاب نکردن دیگه. خب اونم همونجوری هم نذاشتیمش کنار. دیدیم مثلا 50 تا محتوا زدیم براش، 50 تا محتوا هم خیلی خوب بود دیگه. اونو شات داون کردیم ولی ریدایرکتش کردیم روی خدمت از ما. فکر کنم شاید هنوزم باشه، شاید هم بچه‌ها ریمووش کرده باشن. مشکلات خاص خودشو داره برای که بالاخره یه بیزنس رو شات داون کنی، که البته من الان که دارم باهات صحبت میکنم خودمو ضعیف میدونم در شات داون کردن بیزنس. یعنی خیلی باید قوی تر از این باشم و سر مسائل رو زودتر بزنم. کجا فکر میکنی که یه بیزنس رو میشه گذاشت کنار؟ ببین البته اینو میفهمم، اما کلا فاندرای دلبستگی و وابستگی خاصی به بیزنس‌هایی که راه میندازن دارن، ولی خب یه جاهای دیگه منطق باید کار میکنه که آقا اینجا مثلا این بیزنس از اینجا به بعد دیگه جواب نمیده. اون نقطه کجاست که طرف مثلا دیگه بیشتر از اون کش نیاد؟ کش اومدنش یعنی ضرر. ببین یه چیزی بهت بگم، به نظر من هر کی بگه اون که جوابش تو کتاب شیب ستگادینه. یعنی کسی بخواد یه کوچولو به تفصیل بخونه 40-50 صفحه کتاب شیب ستگادینو بخونه، میگه کجا باید بذاری پشت کارو اصلا ولش نکنی، کجا بابا اینو بیخیالش شو، این به هیچ جایی نمیرسه. جوابش میتونه اون باشه. اما این نکته که هست، ببین بعضی از مسائل به ظاهر ساده است. آقا کجا باید بیزنس رو ول کنیم، کجا باید بچسبیم پشت؟ چون بعضی وقتا تو یه دفعه اگه مثلا خیلی ولکنت خوب باشه، خب بعد میگه آقا چقدر این شاخه به اون شاخه میپری. اگرم اون ولکنت کار نکنه که مثلا یه لحظه بیرون نگاه کنه چقدر احمقی تو 3 سال 4 تا 5 سال دارین انجام میدی، خب وا بده دیگه. میدونی به نظرم اصلا کسی میتونه این کارو بکنه که کارآفرین باشه، یعنی تشخیص بتونه بده. میدونی بعضی از سوالای کوتاه جواب بلند داره، یعنی سوال به ظاهر ساده است ولی واقعا جواب بسیار پیچیده است. مثلا آقا چیکار کنیم بیایم لینک یکی گوگل،
سوال کوتاه و به ظاهر ساده‌ایه ولی پشتش کلی حرف هست. اینم همینه. یعنی کجا باید بیزنس رو ول کنیم؟ شاید خود من هم هنوز تو همین مسئله مشکل داشته باشم که کجا باید ولش کنم. من الان بعد از اون ماجرا که مرکزش.com دیگه از آنتی ویروس اومد بیرون، ما بردیم چیز کردیم و بکنیمش ابزارهای آنلاین و الان مثلا هیچ کاری هم روش نکردیم، ما هیچ انرژی هم روش نمیذاریم. روزی فکر کنم 20000 تا 30000 تا بازدید داره. حالا اتفاقا اینم بعدن تو پرانتز بگم که ما پول نداشتیم برای خدمت از ما تبلیغ بکنیم. ایدم این بود که اینو بیاریم بالا با ابزار آنلاین و فلان و چه میدونم محاسبه سن و این چیزا بازدید بگیره. توش بنر خدمت از ما رو زده بودیم. واسه اینکه مثلا بودجه تبلیغاتی نداشتیم. آره که آقا من یه کاری بکنم یه ترافیکی بیاد. من مثلا داشتم به این نگاه میکنم مثلا توی 1-2 سال گذشته واقعا نمیدونم چقدر تاثیر داشته توی برند اورننس برای خدمت از ما. خب چون رفتیم باهاش فال حافظ زدیم، استخاره آنلاین زدیم و هر چیزی که میتونه نقشه مثلا متروی تهران، هر چیزی که میتونه ترافیک داشته. هیچ وقت نرفتم بشینم فکر کنم که این کاربرا چقدر با کیفیتن و چقدر روی اون تاثیر گذاشته، میدونی. ولی مثلا داشتم به این فکر میکردم که آقا من چرا اینو شات داون نکردم؟ چون با اینکه هیچ کاری انجام نمیشه، ببین 1% که داره ذهن منو چیز میکنه که مشغول میکنه. آره و مثلا توی البته بماند که یه دلیل دیگه هم داره. مثلا یکی از دلایلی که داشت خیلی یه مدت توی سئو کارا این بود که آقا کی میتونه با فال حافظ بیاد لینک یک. خیلی مثلا گشته بودن مثلا اینکه اون موقع اینجا، الان نمیدونم چی بابه. منم خیلی کنجکاو بودم که مثلا میتونم با فال حافظ بیارمش مثلا بالا. و مثلا الان نکته‌ای که هست یه به چیز که میرسه، به یلا که میرسه، سرچ کنسول میپره بالا دوباره فالش. فال شب یلا مردم میگیرن. آره دیگه فال حافظ رو شب یلا میگیرن دیگه. بعد اینجوریه، یعنی دارم به این فکر میکنم مثلا من باید اینو مثلا شات داونش میکردم، چرا نکردم؟ خب با همون 1%. ولی نمیدونم واقعا شاید اون تعداد کاربریم که اومدن و اینا تاثیر مثبت داشته برای خدمت از ما یا داشته یا نداشته. یعنی خیلی مربوط میشه به این که دقیقاً تو چه نقطه‌ای وایسادی، منابع و همه چیزای خودت یه نگاهی میندازی و اون شهودی که خودت هم گفتی اونجا تصمیم میگیری که مثلا کار شدنی هست یا نه. در مورد خدمت از ما که حبیب خیلی مفصل توضیح داد، دمش گرم، خیلی هم باحال بود. من خودم 2-3 بار دیدمش. خیلی نکته‌های ظریفی هم گفت. من تا حالا از اون جنبه ندیده بودم که حبیب تعریف کرده بود. استارتاپ چنگال هم با همین نگرش به وجود اومد یا وسطش به این نتیجه رسیدی که این موضوع ترنده؟ نه واسه کسی که نمیدونه اول خودت یه توضیح بده. چنگال چیه، بعد بگو این از کجا شکل گرفت. چنگال یه اپلیکیشنه که بر اساس BMI و BMR سوالی که ازت میپرسه بهت برنامه غذایی میده و دیتابیسش به نظر من از لحاظ غذایی ایرانی خیلی کامله. هم درگاه ریالی داره هم درگاه دلاری داره برای ایرانی خارج از کشور که بخوان رژیم بگیرن برای کاهش وزن و افزایش وزن بر اساس کالری. و برای ایرانی‌ها درگاه ریالی داره، برای ایرانی خارج از کشور هم که درگاه دلاری داره. اینم سال 1401 ایدش به ذهنم اومد و توی گپی که داشتم با این نفر میزدم و بعد دیدم که چرا که نه، ما همه چیزشو داریم. چرا دوباره این اومد بالا؟ اینم اومد که یک مشکل دیگر رو حل کنه. مشکلی که هست، من داشتم به این فکر میکنم که خب اوکی خدمت از ما خیلی خوب. خب من کلا خیلی سوال ذهنی میپرسم از خودم. خب حالا که اینقدر اصلا خدمت از ما خوب، هر چی شما بگی. اگه الان یه نفر بیاد به من بگه من تمام ظرفیت تلویزیونی و بیلبوردهای کشور رو رایگان میتونم به تو بدم، تو میتونی استفاده کنی؟ بگم من نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ دیمند رو ببره بالا، ساپلای من نمیکشه. و بعد بخوام گفتم خب یه جای کاری ایراد نداره و پلتفرم دو سویه هم خیلی اذیتمون کرده بود و ازم انرژی گرفته بود. بعد خب ما استراتژی و مارکتینگمون به نظرم مزیت رقابتیمون. گفتم خب الان من باید چیکار کنم؟ الان من اگر که مثلا برم یه اپ رژیم بزنم، یک بار ساخته میشه خب و بر اساس الگوریتم اینو میتونی تولید کنی. که حالا بریم جلوتر که من دیگه مثلا بورد براش تشکیل دادم از متخصصای تغذیه و فلان و فلان اینا، ولی ایده اولیه اینجوری بود: یه بار ساخته میشه، این بار میفروشی، فروشم که
تخصص ماست، یعنی مارکتینگ و استراتژی و بیزنس مدل و همه اینا رو هم کامل بلدیم. چقدر خوب. یعنی اون مشکلات خدمت از ما رو دیگه نداره و الان اگه نفر بیاد به من بگه مثلا دوست داری تبلیغات تلویزیونی همه بیلبورد، میگم آره. پس چنگال اومد این مشکل رو حل کرد. و یه نکته دیگه هم که هست، من خیلی زیاد دوست داشتم یه اینداستری دیگه رو تست کنم، چون مثلا توی پراپتک بودیم، همین خدمت از ما خب پراپتک حساب میشه، و من دوست داشتم که یک دور 180 درجه بزنیم، حالا به قول یه دور 360 یه دور 180 بزنیم بریم یه اینداستری دیگه. یعنی من خب خیلی ها به ذهنشون میرسه که اگه تو میخوای یه بیزنس بزنی، بیا مثلا همون کارهایی که مثلا خدمات هست برای ساختمانی بیا بی تو بیش کن بذار کنار این. تاجه اینا خیلی چیزایی که سریع به ذهنت میرسه که کنار خدمت از ما چه چیزی رو بیاری که بتونن با هم دیگه سینرژی داشته باشه. من دوست داشتم نه یه کار دیگه‌ای بکنم، توی یه اینداستری دیگه‌ای وارد شم، که توی هلس وارد شدیم و شروع کردیم این کارو کردیم و من این قسمت رو اومدم توی بیزنس بعدی کاور کردم که بعد خیلی چیزا دوباره یاد گرفتم، فهمیدم که واح چقدر من به هلس علاقه دارم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. اینه که الان که دارم با صحبت میکنم به نظر من باقی عمرم اگر روی کاری به جز هلس بذارم دارم بیراه میرم، یعنی اینقدر بهش علاقه پیدا کردم. ولی خب خدمت از ما خیلی دوست دارم و میدونم که چه کارهایی باید انجام بشه که از اینی که از خیلی بهتر بشه، چون تو خدمت از ما پرووایدرامون خیلی دوست دارم، میدونی، یعنی خیلی برام مهمه و به شدت دوست دارم که سطح خدمات رو واقعا در سطح کشور 1-2 لول بتونیم بکشیم بالا، که بعد از 10 سال یه سری ایرادها هنوز هست که به نظرم جا داره روش کار کنیم. برگردیم سر صحبتمون. اینجوری شد که چنگال رو زدیم، بعد رفتم جلوتر، خب یه سری چیز جدید یاد گرفتم و فهمیدم که دوباره مزیت‌ها و خوبی‌های خدمت از ما اومد بالا که فهمیدم اوه حالا اون چی داشت، چنگال چی داشت، چیزای مختلف. تو حرفات می‌داشتم به چی فکر می‌کردم، دقیقاً همون نکته که خودت گفتی آقا مثلا خدمت از ما باشه، اگه بخوام یه بیزنسی کنارش مثلا داشته باشم، ساده ترینش اینه که بیایم سمت بی تو بی همون وایسیم. یه تصمیمی گرفتی که کلا یه صنعت دیگه، یه چیز دیگه ای بود و به نظر من این تصمیم خیلی استراتژیکه. یعنی شما بازم میگم با توجه به شناخت که از شما دارم، منابعی که واسه خدمت از ما گذاشتم، میدونستم چقدر محدوده. خب حالا این وسط شما اومدی گفتی آقا حالا بریم یه صنعت دیگه هم تست بکنیم. الان واسه خود من خیلی عجیبه که آقا چرا همچین کاری رو اصلا باید انجام بدیم. یعنی صرفا علاقه، نمیدونم، این برای من خیلی جالب بودش. این که تعریف کردی فهمیدم که اصلا این ایده چنگال از کجا اومد. چی شد که تصمیم گرفتی بری از ایران؟ چی شد که تصمیم؟ ببین من یه فلسفه های خاص خودم دارم. تو حرفت یه آره بپر. تو یه اخلاقی داشتی که همیشه تو حرفت یه چیزی که میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، انجامشونه. آره انجامش میدی. یعنی مثلا اینجوری که 2 سال قبلش گفتی سجاد شاید من مهاجرت کنم یعنی احساس میکنم از همون موقع ایده مهاجرت تو ذهنت شکل گرفته بود و اینم یکی از ویژگی‌های خوبه تو به نظر من. انگاری که بهش فکر میکنی، یه گوشه ذهنت میمونه و بهش فکر میکنی. حالا چی شد که برنامه ریزی برای من تراپیه. یعنی وقتی که ذهنم خسته است و چیزای مختلف، یکی این نکته دو که یکی از کسایی که باعث شد اتفاقا این استعداد رو تو خودم پیدا کنم حبیب بود و اینم واقعا همه بدونن که اطرافیان خیلی میتونن کمک کنن که تو استعداداتو بدون، چون آدم وقتی خودش داره یه کاری انجام میده اصلا چون خودت با خودت و توی خودت هستی نمیفهمی تو چی خوبی تو چی بدی. یه بار رفته بودم فیزیوتراپی، فکر کنم 15 سال پیش بود. خب بعد طرف من گفت که آقای تماسی خیلی وضعیتون خرابه، شما بهتره که مثلا ورزش رو شروع کنید و اینا. بعد من گفتم که من از خرداد شروع میکنم. مثلا فکر کن مثلا توی آذر رفتم، بعد مثلا میگم از خرداد سال آینده شروع میکنم. خیلی مسخره آره به نظر میرسه و ریلی از خرداد سال آینده شروع کردم. بعد که مثلا یه مدت گذشت حبیب به من گفت آقا اینا از کجا میاد؟ رو چه حساب؟ چرا از خرداد؟ چرا از سال آینده نه؟ چرا از اردیبهشت نه؟ و
و واقعا هم اتفاق میفته. بعد خب دوباره من یه سابقه تو وبسایت شخصیمون نوشتم دیگه، یه سابقه خرید فروش سیگارم داشتم دیگه. بعد دقیقاً اینم همون جوری شد که یه پولی مصطفی داشت گفت باهاش یه کاری بکنیم، گفتم که بریم باهاش این کاره رو بکنیم. بریم فکر کنم 10 تا کارتون سیگار گرفتیم توی یه سالی. بعد گفتم اینو میخوایم خرداد سال آینده مثلا بفروشیم. بعد فکر کنم 18 میلیون پول گذاشتیم، 29 میلیون 30 میلیون برداشتیم. بعد ببین اعتباری که این به من داد، خب تا اون موقع مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و تمام کاری که کرده بودم به من نداد. یعنی بعد از اون مثل بمب ترکید که همین تماسبی تونسته مثلا 18 میلیون پول رو در عرض مثلا 3-4 ماه بکنه مثلا 30 میلیون و خیلی به من کردید داد که من تمام اون پولی که مثلا سهمم بود و اصلا بردم دادم یه خیریه، چون فهمیدم که من فیت من نیست کاری که بکنم فقط پول توش بیاد، فیت من نیست. آره بعد رفتم یه چیزی تو متمم شروع کردم بخوندن توی درس استعدادیابی. دیدم مثلا یکی از استعدادا تو مدل جانسون اوکانر استعداد فورسایت هست، یعنی حالا ترجمه فارسیشو نمیدونم، آینده نگری همچین چیزی. بعد مثالش همچین چیزیه، میگفت مریم رفته طلا فروشی، مثلا توی پاییز یه طلا رو دیده، بعد برگشته گفته که چقدر خوب، من خوشم میاد، تابستون میام میخرمش و ریالی تابستون میاد میخردش. بعد دیدم او اصلا یه استعداده. اینی که من نشستم یه دفعه مثلا میگم که 4 ماه دیگه این کارو میکنیم، 6 ماه دیگه اینجوری میشه، یا به قول تو مثلا منو میبینیم میگم 2 سال دیگه میخوام برم و واقعا میرم، یه استعداده و این چیزیه که میشه مثلا باهاش کار خوب کرد. و من بعدها فهمیدم که این چقدر برای کارآفرینی مفیده و بهش اصلا میگن آدمای ویژنری و کلی کارا میشه باهاش کرد. آره این باعث شد که بیشتر خودمو بشناسم و این یکی از استعداداییه که دارم و میتونم مثلا آینده رو تا حدودی ببینمش و برنامه‌ریزی کنم و واقعا میکنم. من سال 86 موقعی که مثلا سر کلاس کارشناسی میشستم برنامه داشتم تا 10 سال آینده و طبق اون مثلا سعی میکنم جلو برم. نمیگم همه چی رو میتونم برنامه ریزی کنم و فالگیر نیستم، خب ولی مثلا میدونم کدوم سمت دارم میرم. مثلا الان که مثلا برنامه 10 ساله دارم دیگه و باید تو موقعی که برنامه 10 ساله داری اون گولو بذاری، بعد بقیه چیزها رو بر اساس اون بچینی. ولی فکر می‌کنم ما داشتیم یه صحبت دیگه می‌کردیم که وسطش تو یه اشاره به این کردی. گفتگومون اومد سمت اینور. ازت پرسیدم که چی شد که به رفتن فکر کردی، یعنی نخواستی توی ایران ادامه بدی و رفتی اونور. به نظر من توی زندگی هیچ چیز، یعنی این اگه بذاریمش وسط از زاویه‌های مختلف میشه نگاش کرد. هیچ چیزی بیشتر از رشد شخصی ارزش نداره. هیچی. یعنی ما بتونیم دائم یاد بگیریم، دائم خودمون رو بشناسیم. این چیزیه که برای ما همیشه همه جا میمونه. تنها بشیم اوکیه، تو جمع باشیم اوکیه، وضع مالیمون بد بشه، ردیفه، خوب بشه، کمکمون میکنه. این خیلی برای مهمه. توی بجز من میتونم بگم توی بیزنس، توی کسب و کار من بالاترین یادگیری رو دارم و این باعث میشه من خیلی یاد بگیرم. پس اینو من خیلی دوستش دارم. یکی از دلایلی که از ایران رفتم این بود که میخواستم یک کار خیلی بزرگتر بکنم، چون که به نظرم سقف ایران برای کسی که یادم معمولیه واقعا به جای وصل نیست، نمیخوادم به جای وصل باشه، نمیخواد از این کارا بکنه، همینه دیگه حدوداً. خب حالا 2-3 لول بالاتر، 5 لول بالاتر، ولی چیز واویت توش دیگه در نمیاد. دوست داشتم که برم توی جایی که سقفش خیلی بلندتره و یک پرابلم خیلی بزرگتر رو پیدا کنم و وقت بذارم رو اون کار کنم که یادگیری هاش خیلی عجیب غریب تره، چون خدمت از من خیلی یادگیری. این یه مسئله. از یه زاویه دیگه نگاش کنی، همه تو زندگیمون مشکل داریم، همه. خب من به نظرم کسی زندگی رو میبره، کسی خوشبخته که مشکلاشو خودش انتخاب کنه، نه مشکلا انتخابش کنن.
از اونجایی که من دوست دارم مشکلات خودم انتخاب کنم، الان مشکلم اینه که چجوری مثلا میتونم به یک بیزنس $1 میلیون برسم، $1 بیلیون، $1 میلیارد. چجوری میتونم به این برسم؟ توی این بعد کلی چیزها رو من تو خودم تغییر بدم. قطعا من یه سری ضعفا دارم، یه سری نقطه قوت دارم که اونقدر قوی نیست که این اتفاق بتونه بیفته و بعد بریم تو لایه تیم سازی و چیزای دیگه. من الان دلم میخواد مشکلی که روش کار میکنم این باشه، من انتخابش کنم. پس از یه طرف میخوام رشد شخصی توش اتفاق بیفته، از یه طرف میخوام برم یک پرابلم خیلی بزرگی رو سالف کنم. واسه همینم رفتم که یه کاری بکنم و اونجا کاملا از اینجا متفاوته، خیلی خیلی متفاوت. من اینجا موقعیت بدی نداشتم به نظر خودم، یعنی توی تهران، توی شیراز خیلی ها رو میشناسم، خیلی ها لطف دارن بهم، نتورک خوبی دارم، عموما هر کاری بخوام میتونم بکنم و تیم خوبی هم دارم. بعد اونجا که رفتم خب هیچ اینا نداری و فکر کنم مثلا مدیر یه شرکتی هستی مستقیم با مثلا 30 نفر داری کار میکنی، غیر مستقیم مثلا با 20 نفر یه تیم حدود 50 نفره خب دارن کار میکنن و اونجا هیچکی نمیشناستت. مثلا موقع که میرم این ور تو نتورکینگ ها و ایونت ها مثلا میگم میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم اینا، بعد مثلا میگن که خب الان تا حالا یوزر گرفتی؟ میگم نه. بعد همه یه جوری نگاه میکنن انگار مثلا اون بچه 18 ساله هست 20 ساله که فقط حرف میزنه. خب ما خودمونم زیاد جدیش نمیگیریم. بعد این نگاهی که اصلا دوستش ندارم ولی لذت میبرم ازش. یعنی این که در یه آن دوتا زندگی موازی دارم، تو یه جایی یه کارآفرینی هستم که خودت تو کارآفرینی سریالی و یه جایی هیچی نیستم. خیلی باحاله و اینجا خیلی منو داره صیقلی میکنه. واقعا این اختلاف از کجا میاد؟ خیلی جالبه ها. یعنی اونجا مثلا طرف واسهش مهم نبودش که تو توی ایران کارآفرینی کردی، نمیدونم یه بیزنسی که علاوه سهم بازار رتبه 2 رو داری، واقعا اینا واسهشون چیز نبود، تاثیرگذار نبود؟ ببین خب یه نکته که هست اینه که تو باید بیای چیز کنی دیگه، بیای عدد رقم حرف بزنی. خب هوا نمیشه حرف زد. نه عدد رقم بخوای عدد درآمد تو خب به دلار بکنی خب خندش میگیره یارو. آره واقعا نمیخونه به هم. خب این از این. یه نکته دیگه ای که هست حق دارن جدی نگیرن اینه که خب طرف نمیتونه استعلام کنه. طرف اصلا نمیتونه استعلام کنه که مثلا آقا این چیزی که تو داری میگی واقعا وجود داره یا نداره یا چقدر داری اغراق میکنی. که من دیگه اونجا برای اینکه فقط یه خورده جدی ترم بگیرن بعد از 2 سال طول کشید اینو فهمیدم. گفتم آقا من دیگه نرم رونیومو مثلا بگم که اصلا عددی نیست هر چیزی. خب میگم که مثلا من 4 میلیون یوزر تا حالا داشتم، 3 میلیون توی خدمت از ما، 1 میلیون توی چنگا. و حالا یه اتفاق دیگه ای میفته وقتی که بهش میگم داشتم تو آفیس، داشتم تو قسمت آشپزخونه داشتم یه کافی میریختم و اینا، یکی اومد و وایس صحبت کردن و اینا گفت چیکار می‌کنی؟ اینا گفتم من کارآفرینم، خیلی علاقه دارم و از ایرانم که میام اونجا 4 میلیون یوزر دارم. برگشت به انگلیسی گفت که 4 میلیون، ببین 4 میلیون یوزر که میگی میبینی که اصلا طرف برق از سرش میپره، خداییش هم زیاده. گفت 4 میلیون یوزر داداش کو فراری و لامبورگینیت. واقعا همینه. اگه تو خارج از کشور مثلا توی حالا اروپا رو من نمیدونم چجوری ولی نورس آمریکا 4 میلیون یوزر داشته باشی تو واقعا هر چقدر سطحو بیارن پایین باز یه آدم خیلی خاص و میلیونری هستی. منم برگشتنش گفتم که تورم و تحریم داره میرونتش. چاره جز این نبودش. نمیدونستی چجوری بگی.